روز تولد پیامبر علیه السلام مرادف با روز وفات است. دوشنبه تولد و دوشنبه چیست؟ وفات. روز وفات چطور است؟ بزرگترین مصیبت و مصیبتی که صحابه عقل خود گم میکنه. عمر واری شخصیت میگه کسی که گفت که پیغمبر وفات کرده من گردنش به شمشیر میزنم. با یک آواز شیطان که نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام از دنیا رفت، صحابه شمشیرها از دستش میفتن. مصیبتی بزرگ. قدر و قیمت وجودی پیغمبر علیه السلام و صحابه درک کرده بود. تو کی در اوتلا جشن میگیری، از هر طرف گوشت و پلو برات میرسه، اظهار خوشحالی و تولد پیغمبر میکنی. به وفات پیغمبر هم نظر کرده؟ جناب محترم، تو روز تولد هم نگرفته. روز تولد 12 ربیع الاول میگی. تو را به الله قسم چقدر اختلاف علماست که روز تولد 12 ربیع الاول است، 9 ربیع الاول است. آنقدر اختلاف است سلف تا آلی را اتفاق نکرده که روز تولد کدام است، بلکه نظر به حساب شمسی و میلادی روز تولد 9 ربیع الاول ثابت میشه. جناب محترم، تو روز دوشنبه را فراموش کردی، روز 12 ربیع الاول میگی که اظهار خوشی میکنی. چقدر خوب. جناب تفسیر میفهمی یا نه؟ کدام کتاب تفسیر امرای تست یا نه؟ یگام تو چی میگه؟ کار بد خو نیست. اینمی تجلیل کردن از میلاد النبی صلی الله علیه و آله، مولد النبی، روز تولد رسول الله صلی الله علیه و آله، میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب از نگاه تاریخی اینا با ما شمایی رسیدگی است که رسول الله صلی الله علیه و آله به نگاه میلادی در 571 میلادی تولد شد. 571 حال 2015 است. و این کدام روز بود؟ روز 12ام، بعضی میگن 9ام، بعضی میگن 10ام، بعضی میگن 11ام، 12ام و اکثریت 12ام ربیع الاول. فعلا ما شما در 7 ربیع الاول قرار داریم. در اکثریت سرزمین های اسلامی از این روز از اول ربیع الاول شروع میشه تجلیل میلاد. رسول الله صلی الله علیه و روز تولدش نزدیک است دیگه، شروع مجلس ها و خواندن ها و شعر و شاعری و پلاو و چلاو یک حال است. از اول 12ام حال هفتم از اول شروع میکنه. با 12امش دیگه بیخی حتی حکومت ها و کلش میان و میشینن و گپ میزنن و رخصت میکنن این روزا و ساتیری میکنن، لباسای خوبم میپوشن، یا خوشحالت یک روز جشن میگیرن. مثل که روز تولد مسیح عیسی میکنن یا میتونن. اینا ما شما ای را ببینیم که آیا اینمی عمل مشروع است در اسلام است یا نه، حکمش چیست؟ قبلا نظر به او دلایلی که ما براتون گفتیم که ما شما به خاطر عبادت الله پیدا شدیم، ولی با مو عبادتی که به طریقه باشد که الله به ما شما وحی کردگی است و رسول الله صلی را بیان کردگی است، پیامبران او را بیان کرده، خصوصا خاتم النبیین. اگر با او طریقه نبود بازو گفتیم چی است؟ بدعت است، ضلالت است، گمراهی است و یک چیز حرام است. اینمی میلاد چیزی است که رسول الله صلی الله علیه و خودش این روز خود تجلیل نکرده است. همین قسمی که چیز بکنن، مجلس بگیر و پلاو پخته کو، صفاتها را بیان کرده برو، باز خودش بشینه مردم صفاتایش گفته برو، این تو نکنه. هیچ کدام حدیثی ما نداریم، نه کدام حدیث قولی است که به زبان گفته باشه، نه عملی است که عملا کرده باشه و نه تاییدی است که پیش روش کسی کرده باشه پیامبر صلی الله علیه و سکوت کرده باشه. اگر کسی داره دلیل بیاره به ما نشان بده که ما بگوییم خیر ببینیم به ما آوردی. یکم تا میگه روزه خو میگرفت، میگه روز تولد ما، خب بگی روزه تا دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفت. اگر دوشنبه برابر شدی بگی دیگه مرسوم دوشنبه را میگرفت، در حالی که او هر دوشنبه را که میگرفت او دوشنبه خو نبود، دوشنبه ها فرق میکرد. رسول الله هم دمون دوشنبه 12 ربیع الاول پیدا شده. بعضی وقت دوشنبه گفت دوشنبه امروز دوشنبه روزه میگرفت و دلالت به یوم نمیکرد که امروز تولد میتونه به سال یک روز روزه بگیره، دو دوشنبه را هر هفته روزه میگیره. یک دلیلش هم بیان کرد. بگیر دوشنبه را روزه میگیری ثواب است. یک تجلیل یک قسم کارا کرده نه. خب خلفای راشدین که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه به سنت خلفای راشدین، آیا ابوبکر عمر کار کرده؟ نه، کدام دلیل اثری وجود نداره. ابوبکر با وجودی که
یا یار اول رسول الله خلیفه اول رسول الله صلی الله علیه و با رسول الله در همه مشکلات دعوت بود. عمر رضی الله عنه در عین وقت این خسران رسول الله صلی الله علیه و ابوبکر هم دختر خود به رسول الله صلی الله علیه و دادگی است، یعنی خویشاوندی بسیار نزدیک داره. عایشه رضی الله عنها و عمر رضی الله عنه هم دختر خود که حفصه است بر رسول الله صلی الله علیه و دادگی است. ولی باسه که نگاه خویشاوندی هم باید میکرد. اگر بگوی پای پول و پیسه نبود رسول الله رئیس دولت شد در مدینه ای کار نکرد. جزیره عرب فتح شد، یمن و بحرین اینجا فتح شد، بسیار پول و پیسه آمد و این باسه کار نکرد. ابوبکر صدیق عین عراق فتح کرد ولی کار نکرد. عمر رضی الله عنه اردو امپراتوری دنیا را شکست داد. مسلمانان در خلافت عمر رضی الله عنه اکثریت جهان رهبری کردند، اول قدرت دنیا شد، ابر قدرت. ولی عمر رضی الله عنه نکتی کاره، یعنی کار انجام نداد. پس از این چی فهمیده میشه که سنت نبوده، عبادت نبوده، مستحب نبوده و ثواب نداشته. اگر ثواب میداشت با این سلام این کار میکرد. ابوبکر صدیق با وجودی که خصوص رسول الله صلی الله علیه و کار انجام نداده، عمر رضی الله عنه انجام نداده. اگر کسی میگه داده با اثر به ما بیاره، حدیثی که به رسول الله صلی الله علیه و برسد او را حدیث گفته میشه یا حدیث مرفوع، که نباشه او را موقوف میگن یا اثر میگن. عثمان و علی، عثمان بیش از 11 سال در خلافت بود، علی رضی الله عنه بیش از 4 سال. داماد رسول الله صلی الله علیه و علی اهل بیتشان بود. اگر این مشروع می بود امیر روز تولد و میلاد اونا میکردن، اگر ثواب می داشت میکردن، میگفتن این ثواب هم است و عزت خاندان ما هم است. علی رضی الله عنه چرا از او کدام روایتی به ما نیست؟ حتی هیچ صحابه وجود نداره که کار کرده باشه و یا گفته باشه این روز ما تجلیل کنیم روز تولد رسول الله. از هیچ صحابه ثابت، حتی از امام ابو حنیفه رحمه الله. بعضیا میگه ما حنفی امام ابو حنیفه رحمه الله روز پیامبر تجلیل کرده. بیار کدام دلیلی از کتابای حنفیان پر است معلومه. امام مالک، امام شافعی، حنبلی در 4 مذهب اهل سنتی وجود نداره. پس آن یک پادشاه را میگن به نام ملک مظفر تحت تاثیر یهودی و مسیحا رفته بود که اونا از عیسی مسیح تجلیل میکردن روز تولدش و اونو کار کرده. در قرن 7 هجری 625 یا 28 هجری این روز تجلیل کرد و همی بدعت ایجاد کرد. این بدعت اینال کاری را که رسول الله صلی الله علیه و در قرآن وجود نداره، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و نیست، صحابه خلفا انجام نداده. پس خب بدعت شد دیگه. و بدعت کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. خب اینال همی تجلیل که بکنیم چی می ثواب می نه، ثواب نه، گناه کرد. پیسه تو هم رفت، یکم تو می 1000 ما به خاطر رسول الله 5000 میتون جان میتون نمی روز میلاد 10000 خدا میپره. خب بلا و بار کن. خودش ببینید دشمن سنت رسول الله صلی الله علیه و ولی در روز میلادش 10000 میپره. اگر تجلیل از سنت رسول الله صلی الله علیه و پلو خوری در سال یک دفعه باشه خواستانه. اگر ما در سال یک دفعه یک نان بکنیم از جیب خود پرتیم بازور خود ما بخوریم، خب بسیار با این جنتی شویم، به جنت بریم، خب بسیار دیگه آسان شد. اما مرکزایی که بدعت ها را ایجاد میکنن برای از پیشون سوال کنه شما را به الله قسم مریدای خیلی زیاد داره، دمونجا که تجلیل کرده هیا هی گفته هیا هی در مرکزیتون قرآن ترجمه میشه، درس حدیث وجود داره. این ذکر و عبادتی که شما میکنید از کجا آمده؟ در کدام حدیث ذکر است؟ در کدام آیت قرآن کریم اشاره به این گپا شده؟ بگویید مدح پیر خدا بکو، کامل و مکمل است، قیوم زمان است، متصرف است، در یک لحظه مردم رسانده میتونه. پیامبر 23 سال صحابه را تربیت میداد، دو رسانده نمیتونست، حالی پیرا پیدا شده در یک روز میرسونه. همه عبادات هم از پیشش معاف میکنه، در کابلیتان وجود ندارم یالی. عجیب است. به این کتاب الله بشینیم آیت قرآن کریم خامو بود، صحابه خامی تفسیر میکنه. قتاده رحمه الله میگه فضل الله متعال اسلام است، رحمتش قرآن است. بله بعضی تفاسیر گرفته باشه وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما میگیم بالکل رحمت است. چرا؟ لیکن بیادرکم تو باید یک کمی قرآن مطالعه بکنی. اگر قرآن مطالعه نکنی باز دیگه جنجال است. قرآن در یک جای هم به ولادت پیامبر اشاره نکرده،
یک آیت برای من کسی نشان بده که آیت اشاره به ولادت کرده. بله قرآن اشاره به چی کرده که احسان خدا میمانه. سوره آل عمران الله متعال برای ما میفرمه لقد من الله علی المؤمنین، یقینا احسان بزرگ گذاشته الله متعال، منت گذاشته الله متعال بالای مؤمنا. چی منت گذاشته؟ از بعث فیهم رسولا منهم، به خاطری که در بین خودشان یک پیغمبر عظیم شان روان کرده، فرستاده. یتلو علیهم، این منت و احسان به خاطر چیست؟ پیغمبر چی کمال داره؟ کمالش دیگه گپاست که ملت جمع کرد سری کتاب الله. یتلو علیهم آیاتی، تلاوت میکنه آیات الله را بالاشان. و یزکیهم، یار از هر نوع لوث و گندگی و عقاید غلط و مزخرف پاک میسازه. و یعلمهم الکتاب، سری مقاصد کتاب الله یار تعلیم میده. و الحکمت، تطبیق عملی در زندگی میکنه. حدیث پیامبر تشریح قرآن کریم است. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه پیش از این ملت در گمراهی بود. اشاره به چی میکنه؟ تفاوت یا امتیازی که در بین دو زمانه آمده. زمانه بعثت است. بعد از زمانه بعثت مردم نجات پیدا کردن. عقیده گمراه، عقیده نادرست وجود نداره، تاریکی وجود نداره. اما با ولادت این تفرقه پیدا شد. 40 سال پیغمبر امو زمان جاهلیت موجود بود، مردم تمو تاریکی بود. امتیاز که در بین دو مقطع زمانی پیدا شده توسط بعثت است. سوره جمعه را بگید، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، الله او ذاتی است که فرستاد در بین مردم ناخوان، مردم نانویسنده، شتر چرانا، بادیه نشینا، نه پوهنتون نه مدرسه. امروز میگن وی تو قرآن میخونی 14 علم بیاموز. نه قرآن و حدیث میخونی. با بچه ها میگن زنجانی را خونده ای؟ زرادی را خواندی؟ جناب من نه زرادی میخوانم نه زنجانی، من کتاب الله میخوانم و حدیث رسول الله. بکش اگر مرد هستی تو جناب نوشته کو که بدون زنجانی و زرادی قرآن خواندنش حرام، حدیث خواندن حرام. نکنی مردم رسوا نکنی، نکنی در آسیابی دشمن نریزانی که قرآن کریم کتاب یک مغلق پیچیده سرت خلاص نشوه. هیچ اموتون معرفی که در پوشاتون بوده زد ملت مسلمه را محکماً از قرآن غافل ساخت. تو جناب مولا فتوای امو کفار مستشرقین داده رو نیستی؟ توی مومن هستی؟ تو از قرآن آگاهی داری؟ چرا اینطور میکنی؟ اخو قرآن میخوانم، اخو قرآن میخوانم. اونجا فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت. عین نبی رقم آیات و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. امی مردم پیش از بعثت پیامبر در گمراهی آشکارا بود. کاش که تو جناب عالم میفهمیدی که بیا وجود پیامبر علیه السلام رحمت است. و الله کدام چیزیش رحمت گفته؟ خود قرآن میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله نگفته و ما اوجدناک و ما ولدناک، ما تو را تولد نکردیم، ما تو را پیدا نکردیم مگر رحمت برای عالمین. میگه و ما ارسلناک، ما تو را پیغمبر نکردیم. رحمت در پیغمبریش است نه در ولادتش. جناب کاش که تو یاد داشته باشی قدر گپاره قرآن بدونی، نکنی خدا فریب ندی. ابلیس شما را فریب میده. آلی از مسجدها دور کردن در کجا رفتن؟ بگوی ده هوتلا خوشی وجه است. خب است که یک رقص ناورده، بله به نام سازنده را ناورده، خب لیکن در لباس سفید بالکل وجود داره. شانه ها دور میشه شده رو ایسته. بیا دیگه هوتل است. آفرینید آفرینید، هوتل است. یک دفعه فکر بکن، یک دفعه سری سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اموجه که تو بیان میکنی جناب عالم فکر بکن. امویی که آیت و حدیث برات اعلان میکنه روز خوشی را تو خوشی کردی؟ تو جناب خوشی کردی؟ کلا نه. خیلی خوب، این روز بعثت تو جشن گرفتی، خوشحالی کردی؟ روز یوم بدر که یوم الفرقان است، یوم التقى الجمعان است. الله پیروزی را نصیب پیغمبر کرده، جشن گرفتی؟ روز فتح مکه را جشن گرفتی؟ روز صلح حدیبیه را جشن گرفتی؟ کدام روز؟ من خو میگم که یک روز تاریخی پیغمبر اینطور نیست که قابل جشن و خوشی نباشه. اما با کدام روز اول جشن بگیریم؟ ای کاش